گوید من ناس فروشی و استعمال ناس و سیگار را بحث میکنم، خواهش میکنم بابایشان جان پاسخش را شما دهید، در حق من یک خواهر اسلامی خودتان دعای خیر کنید. خواهر عزیز خداوند شما را نگه دارد. ناس و پاپیراس در مکروگیشان شبهه نیست، هر دو مکروه هستند، زیرا یکم مکروگی سببش این است که بدبوی هستند، دهان بدبوی میکنند. هر چیزی که بدبویی دارد مانند پیاز خام، مانند چسلاک، مانند راشک، مانند کرفس، اینها مکروه هستند استفادهشان. ناس هم از سبب بدبویش مانند اوست، بنابر مکروه است. پاپیراس هم از سبب آنکه بدبو هست مانند اوست مکروه است. دویم در این رسول اکرم حدیث دلیلش است. خواهر عزیز به او کسی که به شما این گپ گفت از رسول اکرم فرموده هستند ان الملائکه تتعزى مما يتعزى منه الناس. حدیث بخاری رسول اکرم ملائکه های خداوند آزار می‌یابند از هر چیزی که مردم آزار می‌یابند. چگونه از بوی چسناک و پاپیراس و از نوع پیاز خام و دیگر آدم های در پالود و دیگر آزار می‌یابند نفرت میکنند، ملائکه هم نفرت. هر چیزی که سبب نفرت ملائکه ها شود او مکروه است. این گفت. دوم اینکه در ناس و پاپیراس اسراف است. اسراف یعنی شما گویا همون پولی که برای ناس میکشید یا پاپیراس میخرید همون پول شما در آب میپرتایید. خداوند اسرافکارا رو دوست نمیدارد. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن پروردگار میگه که اسرافکارها برادران شیطانند. بنابر شما وقتی که یک سوم یک پشکه پاپیراس میگیرید میگه گویا همون یک سوم شما دود سوزاندید در آب پرتافتید. بنابر این مکروهیش شبهه نیست، اما حرامیش گپ است. آیا پاپیراس حرام است یا نه؟ امروز عالم اسلام جمهور علما اجماع دارند بر این که پاپیراس حرام است. با دلیل های زیاد اثبات کرده هستند از حدیث رسول اکرم، از آیات، از اجماع که پاپیراس حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه زهرآلود است، زیان آور است. امروز اگر شما تلویزیون را تماشا کنید اکثر دنیای مترقی پیش رفته در جایهای جمعیتی پاپیراس کشیدن من کردی سادین هم هست نمیمونم. به خاطر چی؟ به خاطر زیان آور زهرآلود بودنش. دود او زهرآلود است. رسول اکرم لا ضرر ولا ضرار، هر چیزی که ضرر دارد او حرام است. این حدیث رسول اکرم است. سوسیالوگای انگلیس حساب کرده برآمدیان مقاله در گزیتی چیز خواندم، قربانی های دود سیگار زایدتر از قربانی های اواری ها بوده است، صدمه های اتومبیلی بوده است. ببینید این کسانی که با دود سیگار زهرآلود شده مردی استادیان شمارشان زایدتر بوده است از کسانی که در صدمه اتومبیلیش کشته میشوند. وقتی که زیانش معلوم است، وقتی که او رو زهرآلود بود، همین علف زهرآلود ببینه علف است اما حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که کشنده است انسان است. آخرین پاپیراس هم تنباکو هم زهر است. آدم به سلفه گرفتار میکنه اول، بعد سلفه با انسانی کسلی سیل میکنه، بعد وقت چند روز پس میبینی با چی؟ کسلی با رد. و چون میکشه خواهر عزیز؟ این قرآن حرام کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تبذر تبذیرا. خدا اسراف نکنه، این پول اسرافش است. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. این آیه مبارکه را مفسرات دلیل میکنه برای حرامی پاپیراس که هر چیزی که سبب زیان بدن شماست، سبب هلاکت جسم شماست و شما استفاده نبره. خدا گفتی ساده. در دیگر جا خدا میگه ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شما خودتان به دست خودتان نکشه. آخر این پاپیراس کشا خودشان به دست خودشان کشتی استادن. شما یگان دختر پرسه که آیا همه پاپیراس سیگار فایده دارد یا نه؟ تمام طبیبان میگن فایده نداره، زهرآلود است. خوب ما قول فقها الدخان حرام میگن و شما اعتبار بنگیریم. هم این آیه های کلمه، این حدیث رسول اکرم
دلالت به حرامی سیگار. بنابر وقتی که کشیدن سیگارت حرام عزیزان من، فروخته پولش هم گرفتن حرام است. ان الله اذا حرم اکل شیء حرم ثمنه. وقتی که خداوند یک چیز خوش استفادهش حرام کرد، او را پولش گرفته استفاده بردنش هم حرام کرد. من عرق حرام است، کسی فروخته خودش هم که ننوشد پولش گرفت پولش حرام است. پس هم من حکم داره خواهر عزیز. بنابر به او برادر گو به جانش جبر نکنه. جوانای عزیز، من به همه شما عاشقان مدرسه محمدی باز خواهش میکنم که از کشیدن ناس و پپراز خداتان نگه دارید. دندانهای چون پخت سفید خود، چون صدف زیبای خود علتی نکنید، ضرب نکنید. دهان خوشبوتانه بدبو نکنید. خانه ناسی و باششگاهی کرگس‌های کیست. شما جای آدمی ناسکش سحری خیزه خبر گرد تگیسه رو چند جا توف کرد دیگر رنگی چیزی کرگسه بونیم. ولی هم نسخه‌های خدمتم بگو که هیچ هم نداره توراتت نمیشکنه. در روی مسجد ناس همه زنه و کمک که گفتن گله من تمه برداره در تشبیه بکنه در صد بیسته. خزدیان صورت فردوسی را در دیوال همه خانه سوخته این نسخه‌اش همه توف کرده نسخه در عدل پیشونی فردوسی بود. او بلند ایده قدرت ایده 2 متر بلند ایده او را این تا پست نمیشه اون پژا گرفته توپ گله یک روز استودنتا چقچق دوران یا تاش گفت که من در تئاتر لاهوتی نوساتف کردم. کو این چیه یاتش کو من در گم نوساتف کردم. گومی مسکوای کو با یاتش گفت که من نو سازدم در اتوبوس 18 سوار شدم. او وقت هم اتوبوس استودنتا اتوبوس 18 بود. ای ودان اساس تو همی چرا میوار تو گپرازیم سوار شدم. میگه که آدمی بسیار دیگه نه طرفی در رفتن میتونم نه طرفی تریزا این کاروسوی پیش همین خیلی گرمی بود. از زمستان اوقات تپیکش میکردم بسیار وضعیتم بزیب شد. میگه کم کم در حلقم رفت. من نگاه کردم یک کس میگه پالتو پوشیده کیسه پالتوش هم تکشون لبی کیسه را تکردم یک کیسه هم پوش کردم. آخر اینوست با خدا همین میشه. گفتم برای تکلگی جو خونده چخیر هم کن کردم هم 70% توجیکستان گارانتی میتونم ای کالو نمایده ای هوجی و تومولوی یا خیلیش نوز هم میکنم 3 بار 4 بار داری ناموز افتون باید دیگه جواب شنیدیم برای هم گفتم که من گفتم که طوری نیست حرام های مکروه های با سیگارت نوز داسترات دست رو کنه کدومش حرام های کدومش مکروه هر جایی نوز هم مکروه میگن یک چیزی که زلانو که حرام های یک چیزی که حرام مکروه شکه همین موزیکی یک علما بوده که همین حرام حالا اردو کردن خیلی اول این مکروه جا بگیم ما این بافته علما نیست هجورا مکروه یعنی نپریات نی نری کمندوی مینات روسی خاطر و وقتی که حرام شد دیدازولی نمیشه عموما من آیو انا که همین مکروه دخل میشه همین نری کمندوی می دخل میشه یا تیجه است که مکروه تحریمی ای به حرام نزدیک ای دودری حرام ای و قطعیه باید نکنن سری رخش بگیرن یکیش هست مکروه تنزیهی یعنی به حلال نزدیک ای بهترش نکنن نه که اگر کردنم رئیسیه شد این رنگی بوهای 3 مکتب ده مگذاری کو ایسی نه که بهترش بوهای 4 بگیری او مکروه تحریمی را باید که مردم نکنن اگر نماز با کراهیت تحریمی ادو شود نماز ایسر اینا اعاده کردن واجب می شود میفهمی؟ یعنی تحریمش اینطوری معنا داره برایش تحریمی گفتن حرام نگفتن برای که حکم حرام فقط شارع حق اعلان کردن داره ای پیش خود هیچ که حرام حلال گفتن نمیتونن اینا خدا و پیغمبر حلال حرام تعیین میکنن همدستی اگه این خونه سوتای تماکو دا بیوی تماکو اصلا مال این سرزمین ها نیست بچه ها اولی همی بگن حضرت گفت بر کورندش لعنت فلان و بیسمدان همه تماکو فقط در قطعه امریکا میشیده است رنگ جواری مکه رنگ کرتشکا او هم یورا هم جو وردن قطعه امریکا را کریستوفر کلمب سال 1492 کشف کرده است او بیچاره را خیال کرد که هندوستان رفتم نفهمید که یک قطعه دیگر را کشف کرده است برای چی امریکاش گفتن برای که بعد از کلمب یک شخص به نام امریگو وسپوچی
اثبات کرد که نه این کلوم یک قطعه نه و کشف کردگی این هندوستان است به نام همو امریکا و است. تو چی را گرفتن امریکا اعلام کردن نه باشه کشفش همین کلمبای. انا که تصور کنه که بعد سال 1492 همین تماکوی خونه سوخته را آوردن. تماکو را توتون میگفتند. توتون اول اروپا اومد، از اروپا در اسلام انا باری اول در استانبول اومد. اسلامبول قطعه اروپایی کو ولی همین ترکیه یک قسمش اروپا داره. خود این همین شهر استانبول در قطعه اروپا داخل میشه. یا وقت کنستانتینوپل نام داشت، پایتخت امپریای ویزانتیا بود، روم شرقی. همینجا در زمان سلطان سلیم یک در اومدگی. سلطان سلیم یک یوز پدر سلطان سلیمان خلیفه یکم عثمانی. سلطان سلیم یک در میان همین سلطانای عثمانی اولین خلیفه است. این شخص سال 1517 وقتی که مصر فتح کرد، مصر ضبط کرد، آخران خلیفه عباسی مقیم مصر متوکل سیر یافتن، نزدش آوردن، بیعت کرده، خلافت از عباسی ها و عثمانی ها گذشت. برای هم یکم خلیفهش میگم. همیده همین با مجرد در اومدن سلیم یک اعلام کرد، مقصد به شیخ الاسلام مراجعت کرد، گفتن حرام، توتون حرام ای. ولی کتابی دارالمختار ببینه امام حسکفی همو آورده است، توتون میگه، توتون حرام ای میگه و دلیلش آورده است که برای چی حرامش گفتن. اولا ضرر داره، هر چیزی که در اسلام به انسان ضرر میرسونه حرام ای. یک قاعده طلایی است در اسلام، لا ضرر و لا ضرار. ضرر دیدن و ضرر رسوندن به کسی حرام ای. این همین شیشه خوردنش حرام. اصلا بگیریم شیشه در ترکیبش یگان چیزی حرام نداره. قم داره، اصلا همین قم ریگم طریقتی میکنن. نه که خوردن همین شیشه حرام ای، برای اون که زیان میرسونه. ممکنه که مثلا معده را زخمی کنه، امکان داره که انسان هلاک کنه، چرا زیان و ضررش ده. همین خاطر حرام ای را خوردنش. گفتن همین تماکو را مادام که به انسان ضرر میرسونه حرام ای. دلیل دیگم اسراف مال ای. خداوند گفته است لا تسرفوا، اسراف کاری نکنید، چیزی که سیرت نکنه، نپوشاند. این خونه سوخته فقط همین صرف مال ای. ولی یکی سیگارت کشی هست که نوشیگریش هم پولی که در سیگاری صرف میکنه در شکمش صرف نمیکنه، در شکم فرزندش صرف نمیکنه. دلیل سوم بدبو ای، بوی بد داره. حضرت صلی الله علیه و سلم شخصایی را که چسناک و پیاز میخوردن از داخل شدن مسجد منع کردگی. من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا ولیعتزل مسجدنا ولیقعد فی بیته. حضرت میگه کسی سیر یا پیاز میخوره، پیازی خام، از ما دور باشه، از مسجد من دور باشه، در خونش بشینن. یه بچه سیر و پیاز یا نعمت خدا، ای را اگر نخری یک کسلوی هسته که با دندونات همه سینگه میشه، همه دندونات میریزه. در جایی هسته که قیمتی همه چی را بالاتر. وقتی همه را به خاطر بوش در اسلام حضرت منع کرده است. خدا بگیره این تماکو را که از بالای خدا پشه در بالای تماکو نمیشینه، اهمیت داده. هم پشه فقط در بالای گه میشینه، در بالای تماکو نمیشینه. خیلی همه را مقصد استفاده میبره. و نهایت دلیل چهارمش میگه که اولوالامر حرامش گفته است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولوالامر سلطان خلیفه مسلمانان حرامش اعلام کرده است. اگه دعوا در اطرافش بسیار است. خدا رحمتش کنه ابن عابدین شامی را در رد المحتار همین تماکو کشا را پشتیگیری کرده که کم کم دیدم در شبهه را که همین خدایی نکرده، همین خودش سیگاریت کش نباشه. این مکروهی طبعی، مکروه شرعی نیست. گفتم این طریقه پو زیان و ضررش میگه و پروسی اتنسیتیل نیه، یخیلو دا زیان داره، یخیلو دا فایده داره. رنگی همون گپوش تعلیم واری آخی این گپو خدا راستی این به عقل طوری نمیگه. خب تماکو ده نوع بود. وقتی که همون اومد تماکو را دخیل استفاده میکردن. کوریتیل نی بود. دود میتنکو این را هم ایندیسو میکشیدن، تروب کم میرن کشیدن. بعد نیو خطیل نی. یک نمود دیگه هم تماکو را میدان میکردن و دبنیوشو فخ میکردن، فخ میکشیدن.
همین ده نمود مشهور به تماکو کوری تیلی و نیو خطیلی تا عصر 19 را تماکو همین ده نمود اومده گه ولی کینوهای اروسی را ببینه هم دورای پوچهایی را نشان میتن که کیسه دورن مخصوص یک تبکر کوت کیسه دورن ایدروش کم تلق میگیره دبلیش پر میکنه و اقسا میزنه و هم کفش هم میگیره سال 1862 روسیه یک قسمی بگیم همین امارات بخارا را ضبط کرد گرفت ای جمله سمرقند را گرفت فرغانه را گرفت خوجند را گرفت همین دکو را ضبط کرد گرفت علاقه در فرغانه علاقه این فرغانه اویزد شده بود اویزدی فرغانه گوبرنیای ترکستان روسیه ای روسیه پیچوی شده بود اگه مردم خطی هم اروسو معامله میکردن شیلخیز میکردن مردم فرغانه را خطی شما همکاری میکردن و دیگر یار و رفیق شدن بعد بعضی فرغانه چیون از هم وانیای جورش میرفته است بعد میگفته است که ناس با اروسی بنی میشود یعنی هم لعنتی را که دبنیت پر میکنی که نیو خطیل نی ای همو بتیم ناس با او میریخته است میدود استش این مردم ایمو با فخ سیر نشه و نوخی تو نچیشن ایوشو نمیشکنه یا گرفتن امورا در تای زبان پرتفتن که او خواه کیف نداد با گرفتن ریشه درخت خوشش کردن آهک خوشش کردن میزک خوشش کردن این همیشه گیرمی ناسی پدنالت ناس وطنش فرغانه های تا با امروز مکان اساسی ناس فرغانه های بچه ها این همی ناس فروش های مرا بپرسیده ناس شیرش ای فرغانه میوید خلطه حتی همون زمانهایی که رای ازبکستان بستگی نبود اون کریم همه را بسته بود همه را کنترابند کرده به خر به اسپو هم تریو میگذروندن خلطه این را میگیرن میشورن آبش میدوزن هم تری میشورنش و میشود ناس این همین ناس اصلا کلمه اروسیه خدا بگیرش بعد همین بعد همون در تای زبان پرتفتنه کشه همین فرغانه سرشید ولی در همه مردم همین فرسابون ناس نیست این همین اوز شیمیانه در این ناس یک قسمی افغانستان ده همین هم همینجا گذاشتن یک قسمتی مایده که ایران ده دیگه هیچ جدا نیست این بعد وطنش همین فرغانه همین میگو که تا امروز همین فرغانه میارنش خب حکم شکی ها اینمو سرب گفته استید اگه در باره طبق گفتیم که احکام بود لیکن در باره ناس باری اول والله اعلم شاید در همین فتوای دارالعلوم دیوبند فتوا مدگیره که حکم نسوار چیه؟ میگه مکروه تحریمی یعنی دودر حرام حکم سیگار چیه؟ حرام به خاطر اون که سیگار دود داره دود طعام اهل دوزخ های استعمال دود حرام های انا اگه وقتی که همون دود هم میخورن حرام های اما ناس دود نداره که در تای زمان میپرتوینش ایامی خاطر به خاطر اون که دود نداره گفتن که مکروه هست نه که مکروه تحریمی ای دودر حرام به خدا قسم اگر همین ناس و سیگاری در زمان پیغمبر میشه این همه قسم حونیسی خورده استم همین حضرت مطلقی را حرام میگفت همین قدر بوی بدش شو میدید او یک پیغمبری زیکه و نازنین اینو داریم طیب و افواهکم فانه طریق القرآن اوه دهناتون تازه و آزاده نگه بداره میگه که این راهی بر اومدی قرآن نگاه همین دهنه به همین سیگارت ناس آلوده کنی آخی از برای خدا حضرت صلی الله علیه و سلم همین شیر نازنین هم میخورد دهنش مسواک میزد میشست سوالش کردن گفت این له دسم شیر دسم داره روغن داره شیر ژیر داره که در ترکیبش او صدقه شیر بشه هم خبوی خوشی پریاد نداره که رنگ او دهن گودک شیرمک بو میکنه و تریاقی نکید ببینه حضرت با درجه زیکه و نازک بود که همون شیر هم میخورد دهنش هم میشست اصلا حضرت بسیار دوست میداشته است همین بیبی زینب مادر و زینب بنت جحش برادرش یه روز میگه اصلش میاره عبیدالله ابن جحش باشه والله اعلم در یک کوزه اصلش میاره یه حضرت درک داشت که در خونه بیبی زینب اصل های هر سحر میدرماده است میخورد یا میخوره مادرای دیگه اونا رشک شو اومد بیبی عایشه رضی الله تعالی عنها با بیبی حفصه مراجعت کرد گفت که
همه حضرت که اومد من میگم که دهنت بو میکنم، بوی سمخ، بوی شریش. درخت دیده سمخ داره، شریش داره. الان درختی خرمورم همپری شریش داره. ما مایدهک بدیم کلی کم بود، اگه جایی سوپر کلی خوک بالا بود. اونم شریش هم میگرفتیم، بعد ورق را کلی میکردیم، فرفرک میکردیم، کلیش میکردیم. همون یا بوهاک داره همون شریش اهمیت داده باشه. و حضرت میگه نازی بیایشه اومد، بیایشه گفت چی خوردی دهنت بوی شریش میکنه؟ گفت خدا قسم من فقط عسل خورده دیگه. نازی بی حفصه اومد وقتی این تصدیقش کرد گفت والله دیگه عسل نمیخورم. میفهمی این نعمتی الله که آخه خدای تعالی را وصفش کرده است، فیه شفاء للناس میگه در عسل برای مسلمانان برای مردم شفا است. همین را قسم والله خور که نمیخورم. ولی سوره تحریم خداوند میگه چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال گردونده تو بر خودت حرام میگردونی؟ اشاره به این نمیای. عیب نیست که دعوا کنیم که ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم. پیغمبری که حضرت میگه لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاه او عند کل صلاه. اگر بر امت مشقت نمیشید در هر نماز امر میکردم که دنداناشون مسواک بزنن. حضرت میگه جبرئیل امین همین قدر در مسئله مسواک سخت گرفت که من گمان کردم که شاید همین مسواک زدن فرض شود. آخران عملی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیات زندگیش کرده است همین مسواک است. حتی قوت نداشت که همون مسواک بزنه. بیبی عایشه مادرمان زد همون مسواک به دنداناش خواهید نرم کرده، دندانای حضرت صلی الله علیه و سلم مسواک زده است. فقط شرم نمیداری آخی از برای خدا در حرکت تحرک پیدا شود جای در نیست. نه که دیگه دلیل قطعی اثبات کردن نمیشه. آخه با این مردم جاهل بگو که با دلیل شرعی اثبات نمیشه خونه سوخته میکشنش. مشکل در چی؟ با خدا قسم در حرم میبینی در صحن حرم سیگارت کشیده سر بعضی ابلهاش. و برای هم تعریف فتوا گرفته است که در شریعت یگان دلیلی نیست که تورات بشکنه. ولی هم نسخشای خودمون هم بگو که هیچ هم نداره توراتت نمیشکنه. در روی مسجد ناس همه زنه قومت که گفتن گله من تمه برداره در تشبیه بکنه در صف بیسته. هیچ چیزی نیست که باید همونه ای را گفتش بشود. شخصایی که نوس میکشن یا پاپیروس میکشن مودم که نماز اولش که بس کنن، اگر نمیتونن پیش هر نماز طهارت کنن، طهارت خالی رم نه، دندان یا با زبونای پسته یا مسواک تازه کنن. نباشه نمازشو با کراهیت ادا میشود، کراهیت تحریمی یگان ثواب حاصل نمیکنن نماز خودشون. او چه گپی نمی در شریعت بعضی احکام هستن مثل سد ذرایع، گرفتن جنایت پیش از واقع شدن جنایت. یا وقت ما استودیم بدیم هم جزیره ده میخوندیم کورسیده بودیم والله علم هم جزیره کورسیده ما سر شدگی سال 82 قناه دیوز صورت فردوسی حقوقی شدگی اونم چی میگن شما شورچلی که میگفتیم اون کوبیکایی که برای زیب زینت میزدن کار مزایکا زدیان صورت فردوسی را در دیوال همه خانه سوخته این نسخش همه توف کده نسخ در عدل پیشونی فردوسی زده. اون بلند ایده قدرت یادم متر بلند ایده خورا این تا پروست نمیشه اون پریجا گرفته توف کده چیکار کده دوره رکتر میویا هم جزیره رکتر وقت طلبت نظر افتاد و یا وقت وزیر کارهای خارجی را بشید تو رحمت رفته بودش همون میویا میبینه همون را همین اودیتوریا با اودیتوریا گشت نوس گفت اینمی کسی را که قپیدن اسکلوچتش کردن بسپرا و نوستن اولیدی برای همین نوس همین قحق می نوس سخت بود که دیگه ای ترسا در توالیتور رو کشیده نمیتونسته همین خیلی سخت بود اگه بچی خودی دیگه پا گفتم اصلا همین پا همین چیز ایلی آداب نیست همین کشیدن این نوس همین پاپیروس چه همین تو دام خدا یک روز استودنت ها چکشک دوران یا تاش گفت که من در تئاتر لاهوتی نوساتف کردم گفت این چیه یا تاش گفت من در گوم نوساتف کردم گومی مسکوای کو با یا تاش گفت که من نوسا زدم در اتوبوس 18 سوار شدم او وقت هم اتوبوس استودنت اتوبوس 18 بود ای ودن اساس تو همین چرا میوار تو گپرازیم سوار شدم میگه که آدمی بسیار دیگه نه طرفی در رفتن میتونم نه طرفی تریزا این کاروسوی پیش
همین خیلی گرمه بود از زمستان اونقدر تپیکش میکردم بسیار وضعیتم بزیب شد میگه کم کم در حلقم رفت من نگاه کردم یک از میگه پالتو پوشیده کیسه پالتوش هم تک شد لبی کیسه را میتکردم در کیسه هم پوش کردم آخر اینوس با خدا همین میشم یک خیش دوره مول حیات هم این همی سری جری کلوب دارم میشونم خیش تبوری مادر مونای بچه تقوی رحمتی مادرم بود استودیم بود در خونه ما خوب بودین همی قضا خوندم نوسکش بود همه خونه ها بود در مهمون خونه خوش کردیم از برای خدا خشش نمیدوده که اقلا همه نوس آیدانی تریسا کنم با خدا قسم در تک خالی نوسا تف میکرد او وقت خالین کم نبود خالین ها این همی قیراکون بود کم بود و خیلی مگزین یفتنش قیم بود آن ای پدر ما به حد شو میدیدم این نوسا اگر میدیدم کراکو یک ساعت دیگه معنیش نمیکرد میزد سرش میکرد همه اوچه رحمتیم به خاطر آن که پدرم نفهمه کم کم با ما را پول میداد یردمش میکردم هر روز گریم همه برورده میتکیدیم میشوش پولای با خزمین مشاقلان به عقلی را بیده یا جو مهمونی تو خواه میرای و خیلی در روی پول تو چهل نوسا تخت میگیری دیگه مردم بیپروا میشونده بخدا مردم ما ایتاری چیزو رو نمیفهمن همین که پورا نمیفهمن بگوی که تورات نمیشکنه میگم که در صحنی مسجد توف میکنن ایتانه که در صحنی مسجد همی توف اودی جنایتی صبح میکنن کفاره داره همون چی برسه بناس این خاطر نه فقط باید توراتی توزه کنن بلکه در همه حین تورات دندانا را با مسواک یا با زبنای پسته بشوان که دهنشو بو نکنن سبب آزار مردم و ملائکه نشود فهمو بله برادر گفته است من ناس میکشم گوش کن برادر ناسکش هستی گوش کن ببین که همین ضرر ناس چی است حکمش چی است خلاصه انشاءالله دعا میکنیم که اصلاح شوی ناس ترک کنیم خب دوستان عزیز در مرحله اول در مسئله ناس گپ میزنیم ناس همین خودی کلمه ناس چی هست اصلا ناس از تنباکو عربا تنباکوش میگن تنباکو که ما تنباکو میگیم نه عادتا در بین مردم کلمه همین تنباکویی که میکشن ناس مردش مثل آرد میکنن در دهن میپرتیانش ایرا ناس میگن چرا ایرا ناس میگن بعضی از دانشمندان خود ما از دانشمندان ما بزرگان ما ملت تاجیک به این نظر هستند که کلمه ناس این کلمه روسی است روسی وقتی که بلشویک ها از روسیه هجوم کردن در منطقه یعنی آسیای مرکزی آمدن وقتی بخارا را وقتی آمدن گرفتن بخارا و سمرقند و خلاصه در عموم وقتی منطقه را ضبط کردن گرفتن همین مردم همین بلشویکان ارسا ناس میکشیدن لیکن همین را میده میکردن و در بینیشان لغت میکردن در بینی لغتش میکردن وقتی مردم ما دیدن این را دیگه بینی گفتن یعنی چیزی که در بینی لغتش میکنن خب مردم ما از همین مردم بلشویکا از ارسا همین ناس گرفتن و یک کمی تغییرش دادن داخلش در یگان چیزای دیگر زدن یک جایش کردن و در دهه پرتافتنش عادتا مردم هنرمند است که چی مردم ازبک باشه چی تاجیک باشه چی دیگرش اینا با چیزا را کم کم تغییر میتن گرفتن تغییرش دادن یگان چیزگر در داخلش زدن و در دهن پرتافتنش کلمه ناس یعنی بینی بعضی از بزرگان ما با همین نظر هستند و همین خاطر میگه ایران ناس میگن مردم ما خب اکنون دوستان عزیز آیا ناس در ترکیبش یگان چیزی حرام داره یا نداره بعضی از ناس فروش هایی که سالهای طولانی ناس فروختگیان بعد توبه کردگیان از ناس فروشی نزدی بعضی دوستان خود سیری خود فاش کردگیان گفتگی هستند که از همه ناسی بهترینه که بیشتر مردم میخریدنش و بیشتر مردم هم میبرد و گفتی همون ناسکشا یعنی کیف میکردن همون ناسی بود که در ترکیبش کم کم پیشابی کودک داشت یعنی شب وقتی کودک ها خواب میرفتن صبح میگفتم شما که توالت نروید برید همون تقاره ناس همونجا پیشاب کنید البته این گپ ها هم در بین مردم ما هست البته اون ناس فروش این سیر فاش نمیکنه چرا زیرا این 10 ساله ها ناس فروخته است از حسابی وای ماشین خریده است خانه خریده است پول یافته است بچه‌ش زن داده است زندگی و تجارت بیزنس داره حالا اگر گپ زنه این همه مردمی که 10 ساله ها از وای ناس خریدن بالاش هجوم میکنن بله بدنام میشوه بدبخت میشوه
لیکن همه خیلی سیر و اسرار فاش شدگی هست در بین مردم که ناس فروش هایی که بیشتر همین ناس میفروشند و از همه بهترین ناسشون همون ناسی هست که در ترکیبش پیشابی کودک داره. حالا این حقیقت داره نداره الله اعلم، اما همچنین گپ هایی در بین ناس فروش ها هست و شخصانی که از نزدیک اونا را میشناسن همین خیلی گپ ها میگن. این سخنا را ما از کسایی نقل میکنیم که همین ناس فروش ها را میشناسن. یعنی یکی از دوستهای نزدیکترینشون که ناس فروش بود و ناسش بهترین ناس بود در دوشنبه که مردم رفته از اونجا میخریدن و میکشیدن، بعد از توبه کردنش همین سیر اسرار را در رفیقش و رفیقش در ما همین را قصه کرده بود. اگر رفت در ترکیب همین ناس پیشاب کودک باشه 100% این نجاست است. یعنی مثل حاجت خانه که انسان حاجت خانه میره که نجاست، پیشاب، میزک همین خیلی حکم داره و این 100% خودش حرام است. حالا کشیدنش یک طرف مونیم، خودش حرام است. یعنی در بدنت باشه نماز خونده نمیتونی. ولی اگر در ترکیبش چیزی از حرام نباشه، این آوازه ها دروغ باشه، پس یک گیاه هست، اگر در بدنت باشه نماز خونده میتونی. اکنون دوستان عزیز، حکم کشیدن ناس آیا مباح است یا مکروه است؟ مکروه تنزیهی یا تحریمی یا حرام است؟ بعضی از فقهای قبلی متقدمی به این نظر بودن که ناس کراهیت داره، مکروه است، گفتن مکروه است. متاسفانه بعضی ها خود چون که میکشیدن همچنین فتوا میدادن، یا اینکه فقهای قبلی نظر به دلایلی که نزد اونها بود، اونا به همین نظر بودن که مکروه است، کراهیت داره. اما فقهای بعدی به این نظر هستند که ناس حکمش حرام است. چرا حرام است؟ شاید شما سوال کنید که چرا حرام است. ببینید، اولش این که ناس چیزی ضررآور است و از جمله خبائث است، از جمله ناپاکی هاست. ضررآور است و ناپاک است. ضرر در دهان انسان داره، دندانای انسان ضرر میرسانه، در وجود انسان ضرر میرسانه، دهن انسان بوی میگیرانه. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی شیر میخوردن دهن خودشون آوگردان میکردن، میگفتن زیرا شیر در ترکیبش روغن داره، وقتی میخوریش اگر آوگردان نکردی و روغن میسته بو میگیره، دهنت بدبوی میشوه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطری که دهنشون بوی بد نکنه، بعد از اینکه شیری که پاک است، شیری پاک میخوردن، دهن خود آوگردان میکردن. پس وای بر حال کسانی که ناس میکشند و دهن خودشون به این ناس بدبوی میکنند. وای بر حال اینها. هر با پیش الله سبحانه و تعالی میری چی جواب میگی؟ ناس هم میکشی، اگرچه دهنت هم شستشو هم کنی باید بوش میمونه، خودت نمیفهمی. ولی کسانی که در پهلوت هستند، همسرت، بچه‌ت، دخترت، برادرت، خواهرت، شخصانی که رفیقانت هستند، با اونا میشینی، مسجد میای در صف نماز میستی، اونا همه این بوی بدمش میفهمند، بدبوی است. اگرچه در رود نمیگن، شاید شرم میکنن بگن برات، شاید عادت کردین، ولی این بدبویی اونا را آزار میده. من بارها پهلوی مردمی ناسکش ایستادم، چنان بوی بد میده که تا آخری نمیفهمی که امام چگونه قرائت کرد، چگونه رکوع کرد، سجده کرد، قعده کرد، چگونه هر چیز زودتر نماز تمام کنه بگریزه. بعضا در نمازهای همین تراویح که ختم قرآن است، در پهلوی یگان ناسکش میغلطی، یکی تقدیر نصیب دم میغلطی، چنان بوی بد میته. اگر ختم قرآن باشه و قاری دراز میخونه، این قدر بدبوی است تا آخر دیگر نمیفهمی، همون قرائت قاری را نمیفهمی، دیگر نه رکوع میفهمی، نه سجده را میفهمی، خشوع گم میشه، طرز گم میشه، لذتی نماز گم میشه، هر چیز زودتر میگن پیشش بگریزه، هر چیز زودتر بگریزه. پس ناسکشا باید بدانند که همین کمبودی در اونها هست، اگرچه مردم امروز برای اونها نمیگن، اگرچه زنش عادت کرده با او، فرزنداش، بچهش، دخترش عادت کرده است با او، رفیقان و دوستان با او عادت کردن، لیکن همین اذیت و آزار به اونها میرسه و اونها در دل خود نسبت همین بدبویی دهن ناسکش یک نفرت دارن. پس این ناس باید ترک کنن، این ضررآور است، ضررآور. خب وقتی که ضررآور است، گفتیم یک دلیل خطی. دوم دلیل، وقتی ضررآور است، خریدن یک چیزی که ضررآور است از دیدگاه اسلام این حرام است. ببینید ما دو نمود اسراف داریم، یکی اسرافی در حلال، یکی اسرافی در حرام. اسرافی در حلال، الله در قرآن میگه کلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورین بنوشین لیکن اسراف نکنید.
به طور مثال در خانه 5 نان میرسه، 100% میرسه، حتی شاید یک دانه نیم دانش زیادی هم میکنه. تو میدانی رفته 50 تا نان میخری و میدانی که این نانها پوپنک میزنند، این نانها را تو استفاده نمیبری، حرام است برات، حرام. در خانه 2 نفر هستی، برای 20 آدم طعام آماده میکنی، میدانی که این طعام بو میگیره و نیتی صدقه کردن هم نداری، برای همسایه ها تقسیم کردن هم نداری، صدقه کردن نداری، برای همین 2 نفر، برای 20 آدم، برای 20 آدم برای 2 نفر طعام آماده کردی و میدانی که این بو میگیره، در این صورت حرام است. ببینید اسراف حرام است. بله، یعنی اسراف در همین صورت حتی حرام است. ببینید حلال تو صرف کردی اما زیاده روی کردی، حرام است. اسراف در حرام بدتر از اسراف در حلال است. الله در قرآن میگه ولا تبذروا تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. اینجا در الله سبحانه و تعالی آنهایی را که پول در حرام صرف میکنند، بیهوده صرف در حرام صرفش میکنند، برادرای شیطان میگه، برادرای شیطان. از این خاطر تبذیر یعنی مال در حرام صرف کردن، اسراف کردن بدتر است از اسراف کردن در حلال. الله سبحانه و تعالی آنهایی را که ناس میخرند، ناسخرا، بدانند که این حکمش هم پولی که صرف میکنه اسراف است و اسراف در حرام است و این پول حرام است. از این خاطر ناس خریدنش و استفاده بردنش هم حرام است. خریدن استفاده بردنش حرام است. آنهایی که امروز مثلا در شبکه‌های اینترنتی کوشش میکنن بگن این مکروه است تو اینکه یک جامعه دیگر پوشانند، شاید خودشون نازکشن، الله اعلم، الله داناتر است. شاید نزدیکاشون نازکش است، شاید خاطری کدام رفیق دوستشون میبینن. باید حقیقت برای مردم بگن که این ناس حکمش حرام است، کشیدنش، خریدنش حرام است، کشیدنش هم حرام است. بخصوص در این دور زمانی ما که بسیار قیمته. بچه‌هایی که در امریکا، در اروپا، بچه‌هایی که در روسیه زندگی میکنن، در خیتای، در کشورهای عربی، اکثر مسافرها هموطنان ما و شما، اونا نازکشن. یک ناس اگر در وطن خودش مثلا 5 سومون باشه، در اوج 50 سومون میشود. ببینید چقدر پولی کلام میتن اینا به خاطر یک خلطه ناس، یک خلطه ناس. و انسان‌های نازکش میبخشید یک کمی بی‌ادبه، هر جا که رفتن هم توف میکنن، همو بد اخلاقیشون نشان میدن. پس دوستان گرامی، ناس اگر در ترکیبش پیشاب کودک داره 100% عینش حرام است، خریدنش حرام است، کشیدنش حرام است. اگر در ترکیبش همون پیشاب کودک هم که نباشه، خریدنش حرام است، استفاده بردنش حرام است. درست است اگر در کیسه باشه نماز خوانده میتونی، لیکن کشیدش نمیتونی، کشیده نمیتونیش. و مانند شیشه میده کرده، شیشه میده شده، شیشه میده شده باشه، میده کردگی شیشه، میده شیشه، یعنی در کیسه باشه، اگر در جیبت باشه نماز خونده میتونی، اما خوردش نمیتونی. چرا؟ بخری میکشته. الله در قرآن میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. آدم باید خودکشی نکنه، خودکشی حرام است. پس دوستان عزیز، از ناس دور میشه، توبه میکنیم، از ناس دور میشه. بعضی دوستا سوال میکنن دایم تکراری به تکرار، آیا همین ناس تورات میشکنه یا نمیشکنه؟ میشکنه نمیشکنه؟ اگر ناس کشی یک خطی راست هم تا راست رفتن نتونیست، یک خط هم تا راست کشیدی راست رفتن نتونیست، ایتا لنگید، در اون صورت میگن توراتش شکست. ولی اگر نلنگید و مانند یک سرش که درد میکنه، یک تبلت کرد خور سرش آرام شد، تورات درست است که نمیشکنه، یعنی اکثرا نمیشکنه. لیکن ببینید، پیش از این که ما سوال کنیم که آیا ناس طهارت میشکنه، باید در فکر ای باشیم که ایمانی ما را میشکنه یا نه، ایمانی ما را میشکنه یا نه. در فکر ای باید باشیم دوستان، بارک الله فیکم، در فکر ای باشیم. یعنی از ناس دور شویم. بعضیا میگن ما تو نمیتونیم، بس کردش نمیتونیم. ای برادر عزیز، نفرانی بودن گرائین بس کردن، گرائین، الکشای را دیدم که الکش شده بودن، الکش هم عرق بس کردن. یک ناس بس کرده نمیتونید؟ نه، تجربه نشان داده است که ناس بس کرده میشود، ناس بس کرده میشود. پس دوستان عزیز کوشش کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. دوملا سوال ما همی بود که آدمی که کلیان میکشه یا کیناس میکشه همی نماز خونده میتونه یا که طهارت باید کنه؟ وقتی که مثلا ناس طهارت را نمیشکند میگوید، بعضی ها فکر میکنند که ناس حلال است.
عرق چون یک بار شما کوتاه جواب داده بودید به همین ناس. یک بالا اگر عرق نوشد یک آدمی به طهارت او 40 دره یا 80 دره زده میشه لیکن طهارتش نمیشکند. مثلا من چی مثلا از نام شریعت چه خیلی برای ترساندن مردم واهمه کنیم، هر چیزی که از باید همون گوییم. من اون چیزی که در پیش الله تعالی جواب داده میتونستگیم این است که ناس طهارت نمیشکند مگر در یک حالت. بعضی آدم ها در ماه رمضان ناس میکشتن وقتی افطار، در نمازشان با همه سرشان به زمین زدن، بیهوش شد. اما در همین حالت وقتی که بیهوش شد طهارتش میشکند. برای چی؟ برای اینکه نمیداند که دیگر از او باد برآمد یا نبرآمد. شکننده طهارت یعنی برآمدن یگان چیزی از مخرج. ناس وقتی که میکشد از مخرج چیزی نمیبراید. بعضی برادران میگفتن که آخر تا ناس نکشد به حاجت خانه نمیرد، میگفتن. یعنی کش میکردن قدیما وقتی که طهارت نمیشکند میگفتیم. یعنی وقتی که ما طهارت نمیشکند میگیم معنی اینه ندارد که با همون سوالی که شما دادید گفتیم نه طهارت نمیشکند، بعضی گفتن که هر دوش پدکیفی ناس گپ زده است، هر دو ناس کش گفتی. نعوذ بالله. ناس حرام است برادرای عزیز. یک نوار داشتیم آیید ناس، یعنی با بعضی بسیار آدم‌ها در همین موضوع خلاف برآمدن، گفتن که ناس مکروه است و حرام نیست و وزن نگرفته. بله، لیکن بعضی متخصص های پرسیدم میگن که کلیان پستر از ناس میگه. در مسئله چی؟ در مسئله وابسته شدنش. یعنی که یک آدم از ناس وابسته هست، بی ناس نمیتوند دیگر حیاتش پیش برد. حتی یک برادر داشتیم، یک دوست از ناس توبه کرده بود، ناسکش بود، الله تعالی رحمت کند، گذشت. از ناسکشی توبه کرده بود. وقتی که از خواب میخست میگفت که خواب دیدم که در خوابم ناس کشتیم. میگفت همون لحظت های ناس دیدم، میگفت در خوابم بسیار بد زیق شدم که برای چی با من توبه شکستم. گفته وقتی که بیدار شدم خرسند شدم. میگفت یعنی که ناس مثل مواد مخدر انسان وابسته میکند. از این جهت از کلیان یعنی گناهش کلانتر است. لیکن تا جایی که میدونم طهارت نمیشکند، یعنی که طهارت نمیشکند گفتنی ما معنی ندارد که و حلال باشد. برادر عزیز دهانتون شوید به هر حال. آن چیزی که برادر گفته گذاشتن درباره کلیان چی اگر کوتاه گفته گذارید کلیان چی حکم داره؟ چون الحمدلله ما دور هستیم از این چیزها. از خیلی که شما گفته گذاشتید از ناسش هم از دیگرش حتی او کیفیت دارد یا ندارد برای ما بیگانه است. کلیان بد شدیان. حتی بعضی نمازخانه در دکاناشون و در آشخانه هاشون کلیان میموندیان. برای چی کلیان موندی؟ میگفته از مقصد کلینتا یعنی میزاجان میبیان اگر کلیان نباشد نمیخورن تمام. سبحان الله. یعنی تا به این درجه مردم رسیدیان که یک دیروز یک برادر سوال داد که گناهی نردی کلان است یا کلیان. گفتم برای چی؟ میگفت مقصد کلیان کشیده روان با نردی میزده است. در یک مقاله عربه ها به خاطر اومد که حشفن و سوء اکیله، یعنی بعضی آدم ها خرمای کرم زدگی میفروختین و خرمایی که کرم خوردگی است با استرازی هم میزدی. اعوذ بالله. هم خرمای بی صفت هم با استرازو دزدی میکردن در وقتی فروختن. حالا آنکه درباره ترازو در قرآن آیات ها نازل شده است. اینا هم نردی میزدین هم کلیان میکشیدن، با هم یک موسیقی در بالاشان ماندگی، با هم در اطرافشان زنهای برهنه. نعوذ بالله. برادرها یعنی وقتی که ما شما رو نهی منکر میکنیم، این گناه ها رو آگاه میکنیم، بله ما وظیفه خودمون رو اجرا میکنیم. غیر از این وقتی که شما همینه ترک کنید به فایده خودتون، اگر ترک نکنید بر ضرر خودتون. و شریعت الله تعالی به ترک شما حاجت ندارد. اگر شما 24 ساعت مواد مخدر با تمام انواعش خوردن به الله تعالی یه ذره ضرر نمیرسه. شما اگر یه آدم صالح شوید به الله تعالی یه ذره فایده نیست.
برای همین من عمل صالحا فلنفسه، کسی عملی صالح کنه بر فایده خودش است و من اساء فعلیه، کسی گناه کنه بر ضرر نفس خودش است. برادرای عزیز، آخر همین کارها برای شما عقلا هم نقلا هم گیرید ضرر دارد. اگر شریعت الله تعالی نگودم آدمی با عقل نمیکند این کاره. هیچ خیلی که گفتیم حسن بصری گفتن که اگر عقل در بازار میشد مردم پولای زیاد داده و میخریدن. عجب از اون آدمایی که عقل ویران کننده با پول میخرن. او حضرت ابوبکر صدیق در زمان جاهلیت، در زمانی که دین مقدس اسلام نبود، یگان مراتب عرق ننوشیدن. آدمی که عرق مینوشد و مست میشد در بین مردم مسخره دیگرها میشد. یا آدمی با آبرو یا آدمی با عقل یک کارایی میکند که همه بخنده میکنه، قدر و قیمت و منزلت انسان پس میکنه. دین نباشدم آدمهای با عقل نمینوشتن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم حال دین مقدس اسلام نآمده 40 سال حیاتشان پیش از اسلامیشان هم یگان مراتب عرق ننوشیدن صلوات الله و سلام علیه. بنابراین آدمی با عقل این کارهای نمیکند. ناس یک چیزی است که بین علما خصوصا در عالم های می وطن خودمون بینش در این مسئله جنجال است. بعضی از اونها حرام میگویند، بعضی از اونها مکروه میگویند. این مسئله جنجالی است. اما اونهایی که حرام میگویند دلیلشون در اصل هر چیزی که اسراف داشته باشه، اسراف هر چیز حرام است. دلیلش اسراف کاری است. دیگر دلیلش که به انسان ضرر دارد. اما استفاده بردن ناس از بس که درباره‌اش آیتی صریح نآمده است یا اینکه حدیث پیغمبر یعنی اثبات نشده است، ما بهتر است که از حرام گفتن مکروه گوییم، چون که برای حرام گفتن یا یک دلیل قطعی لازم است، یا آیت قرآن یا اینکه حدیث متواتر درباره این چیز یعنی آمده باشه. بهتر میشه که ناس گوییم که از روی چی؟ از روی اینکه ضرر داره، دهان انسان یاره میکنه، دندانهای انسان سیاه میکنه و وقتی که انسان ناس کشید ناس وای میبره، وقتی انسان ناس کشید همراه یک برادرش صحبت کرد و برادرش ناراحت میشوه. از سبب همین یعنی چیزهاش بهتر است که ما حرام نگوییم و مکروه گوییم. مکروه هم دو نوع میشه، مکروه تنزیهی، تحریمی. مکروهی که به حلال نزدیکه، مکروهی که یعنی به حرام نزدیکه. بهتر میشه که مکروه گوییم. هر چیز یعنی فروختنش مثل استفاده بردنش است. حکم فروختن مثل حکم استفاده بردن. وقتی ناس اگر حکمش مکروه باشه یعنی فروختنش هم برادرای عزیز بزرگوار مکروه است. حرام نگوییم که حرام کمتر سخت‌تر است، چون که اکثر مردم خصوصا مردم خودمون استفاده میبرن.